با درود بر شما خواهران و برادران. یک روز آن موقع برگشت هوا خیلی باران بود. باد در هوا بود. چطوره با؟ خب باد در هوا بود دیگه. باد در هوا بود. من داشتم حرف زد یا امام زمان من احتیاج داشت، لپتاپ احتیاج داشت، موبیل احتیاج داشت، نداشت. تو خب میدانی یا امام زمان شووری دارم که تهیه نخواهد کرد، نمیتواند تهیه کند. آخر یک لپتاپ و یک موبایل چه میباشد؟ اصلا میدونه چی از یا امام زمان شما به یک هفته وقت داری، یک هفته وقت داری که این موبایل و این لپتاپ رو برای من آماده کرده بیاوری. همینجور با امام زمان صحبت کرد. هوا باد بود، باد رفت، باران آمد، باد در هوا بود که دوستی زنگ زد از خارج از کشور. آره به همین راحتی. دوستی از خارج کشور زنگ زد که بیا که برای تو سورپرایزی دارم. مرا میگویی رفیقی دوستی از خارج آمد سورپرایز دارد. خب گفتم من شما را در حوض، میدان حوض، لب کوچه، لب خیابان ملاقات خواهم کرد. آره به همین راحتی. دوست دیگه که دیگه دوست سورپرایز داره. دوست رو دعوت نکرد، یه چایی داد، یه نهاری داد. همین تو کوچه خیابون در میدان حوض ملاقات کرد. چطوره به شما چه؟ دوست رو دید، ملاقات کرد، گفت سورپرایز دارم. دیدم با بادکنک آمده. بادکنک ها داخلش چراغانی بود داخل بادکنک ها. برای بیگویی گفتم چه زیبا، چه سورپرایز زیبایی. بادکنک داخلش چراغ، اصلا برق داشت. همینجور که آمد نزدیکتر شد از جیبش یک سامسونگ A52 رو کشید بیرون. یا امام زمان مرا میگویی. گفتم وای، یک هفته وقت دادم شد. A52 سامسونگ رو کشید از جیبش بیرون. پس دست خودمان هست، ما خودمان طولش داده. از امام زمان خواست اونم دو دستی بعد از یک هفته سر موقع در میدان حوض توسط دوست صمیمی تقدیم کرد. دوستم بعد گفت صبر کن سورپرایز دیگری داشت. مرا میگویی چه سورپرایز دیگری؟ از جیب دیگرش یک لپتاپ HP کشید بیرون. خدایا مرا میگویی این چه میباشد؟ بهشت میباشد، تقیه میباشد، من مرده، من زنده، من هوا، من زمین. یا امام زمان دیدی؟ پس این خود ما هستیم که باید تقاضا کرد و او برآورده کرد. ما نمیپرسیم، سوال نکردیم. الان شما بروید برنج و گوشت و روغن بخواهید، یک هفته وقت بدهید، در خانه تان سبز خواهد شد. به همین راحتی. گرفتید؟ تا روز دیگر. جاوید شاه.